دیگه حق نداری حتی 1 ساعت هم زبان بخونی قبل از اینکه این 3 تا راز رو بدونی. من دیروز رفتم خرید. I went shopping yesterday. نه، اشتباهه. هیچ وقت به فارسی تو ذهنت ترجمه نکن. ذهنیتت باید کلاً به انگلیسی باشه. خب من امروز 1 ساعت زبان خوندم، بقیه‌اش هم حالا میمونم 2-3 روز بعد میخونم. نه، اشتباهه. شما به عنوان یه زبان آموز حتما هر روز باید مطالعه داشته باشید. بلا استثنا. apparent مشخص، apparent مشخص، blind کور، blind کور، commit مرتکب شدن، commit مرتکب شدن. اشتباهه. شما هیچ وقت نمیتونید اینجوری لغت‌ها رو یاد بگیرید. حداقلش وقتی 10 تا لغت جدید یاد میگیرید باید بتونید از 5 تاش توی صحبتاتون استفاده کنید. بهترین روش برای یادگیری لغت جمله ساختن با اوناست. نه اینکه شما کلمه انگلیسی رو بگید بعد فارسی رو بگید. اینجوری هیچ وقت تو ذهنتون نمیشینه.